دیگه شغل یوتیوب خیلی اشباح شده. دیگه هر کی از ننش قهر میکنه میره یوتیوبر میشه. باید یه جورایی دست به کار بشیم. برای همین هر کدوم از ما قرار شغل‌های مختلف رو امتحان بکنیم و ببینیم که کی توی اون شغل از بقیه بهتره. هر جا نام از اعتماد است، نام علی شعبانی می‌درخشد. آقا یالا. بچه علی شعبانی قبلا داخل ویدیوهای ما دیدید. تموم کننده است این مرد. آرایشگر بنده هستن. شما بیاید اینجا شاید بهتون جواب ندم. دقیقا همین الان جواب نمیدم. خب برای اینکه من شروع کنم به انجام کار و کجا بهتر از یک باریستا شدن و یک کافه، من ترجیح دادم که کافه ایمو رو انتخاب کنم برای این کار و قراره به من کمک کنن که من یک حرفه یاد بگیرم، ولی امیدوارم که منو نزنن. این دسته بزن برای قدیم بود دیگه. یکی از کارهایی که میشه خیلی توش خوب پول در آورد اسمبل کامپیوتر و رایانه‌های گیمینگ. امروز اومدم که اسمبل کامپیوتر رو داخل عرفان رایانه یاد بگیرم. امروز قراره بیام پیشت و بهم شغل زیبای آرایشگری رو جای خوبی رو شروع کردی واسه آرایشگری. من میتونم تو رو تو یه روز آرایشگر بکنم. ایوله داداش، ایوله دورت بگردم. من قراره امروز اینجا حرفه یاد بگیرم. قراره کار کنم. پولم میدن؟ برای اینکه بتونی حرفه رو درست انجام بدی نیاز داری لباس کافه‌ای بپوشی. آفرین. اسمبل کامپیوتر اینجوریه که شما وقتی یک کامپیوتر رو می‌خرید همون اول یک کامپیوتر نیست. دونه دونه اجزای کامپیوتر رو باید سوار کنید تا یک کامپیوتر بسازید. امروز من می‌خوام یاد بگیرم که چجوری میتونم یک کامپیوتر بسازم. آقا عرفان یکی از ستون‌های اسمبل کامپیوتر سطح کشوره. ببینید منم اون یکی ستونم. من و تو دو تایی با هم دیگه قرار می‌گیریم. آره بعد این کامپیوترها میان روی ستون‌ها. این تو کامپیوتر بیا رو ستون. دیدی؟ من نظر تجربی شاید اسمبل سیستم نکرده باشم ولی تو یوتیوب زیاد دیدم. میتونی با پارسا شروع کنی، موهای پارسا رو بزنی. پارسا جون من خیلی مخلصتم. آقا سلام. داداش به من 2 میلیون تومان بودجه دادن. گفتن که یه نفر رو حالا پیدا کن من موهاشو بزنم. دوست داری امروز مدل زیبای من بشی؟ کچل کنی؟ نه کچل نمیشه. هر چی علی به من گفت من انجام میدم. داش این دستو بگی یه لایک بده ببین نشون بده. اش. آقا من کجا شروع کنم؟ باز سر پارسا رو بشوری. اگه قرار نبود اسپرسو بزنم اول باید دیر بزنی بعد اسپرسو. از کف به از فرش به عرش انشالله دیگه، نه از کلشو که همه رو دیگه. اول از حیات باشو. سرویس بهداشتی. من رفتم استایل زدم. استایل تازه خوشگل کردی. خب این آقا یه ذره برای سطح من پایینه میدونم درک میکنم. حالا باز سخت‌ترشو برات دارم. خب اوکی. آره. به اینجا رو نگاه کن. یه 800 میلیون خرید کرده. ریال 80 میلیون خرید. کی 80 میلیون داش این سیستم دیگه حالا برای گیم اومده واسه مشتری دیگه. سی پی یوش 13400 اف و یه 4060 تی هم داره که دیگه کارو جمع میکنه برای گیم دیگه. اسم مشتریش چیه؟ آقا امیررضا روی سیستم دست یه آدم متخصصه. خب بعد داش خیال راحت. اوکی اوکی مطمئنی؟ مطمئنم. من عرفان احساس میکنم یه ذره نه عجب گور خوردیم ما که ما گفتیم بیاد. مهم نیست داش. من آدمی هم که زود یاد میگیرم. بله خب مثلا یه 12 سال طول کشید من بتونم عربی رو پاس کنم. آب گرم دوست داری یا سرد؟ ولرم. داداش چه موهای لطیفی داری لعنتی. داداش من واقعا مطمئنم از بین بچهای دیگه اینجا بیشتر از همه من خوش میگذره. زیبا میشی قول میدم بهت. حل فکر کنم. آره اوکی. جنگی سرش آب بگیر. میخوام هر چیزی زودتر کفو از رو سرش او هر چه سریعتر هر چه سریعتر. آره از کنارم سعی کن کفو برداری. داداش ولی واقعا یه چی بهت بگم. من فکر نمی‌کردم مستقیم برم برای سر شستن. آره خیلی خوب می‌کردم میشه. اول از همه باید زمین رو طی بکشم. جارو هم آره انتهای کار با جارو بزنه، بعد جارو هم با زمین رو طی بزنه که یه آرایشگر کامل باشه. وسطش نمیشه بریم تخم مرغ بخوریم. هیکل بگیر داداش. یه همه تمرین می‌کنی هیکل بگیر داداش. وسط کار تخم مرغ هم می‌خوریم تازه. سلام گربه. خوبی؟ نه. من میدونم کارم از بقیه بچه‌ها راحت‌تره. من میدونم علیرضا مطلعی کارش سخته. تو فرض کن به کی می‌خوای به خدای کی قراره بیاد تو دستش که حرفه اینو یاد بگیره که علیرضا مطلعی موشو بزنه. بذار برم بپرسم دستشویی چجوری باید تمیز کنم. دستشویی چجوری باید تمیز کنم؟ آفرین هامی. دارم بدی چه افتخاری نمی‌کنم. من قرار بود بیام اینجا باریستا بشم نه که اینجا بیام. خیلی اول اصلا مهمه که
ای جانم. من یه بار یه فردی بود هی بهم گفت داشت تو خیلی کار کشتی. هی به من گفت خیلی کار کشتی. بعد دندونشو گذاشت فهمیدم منظورش چیه. بچه‌ها این مادر برده. خب این چیه؟ مادر برد ها. آها خب این الان یعنی اون چیزه اون مادره که کلا همه چی روی میذاریم. دقیقاً. من همیشه سوشم یکی از متخصصای اینجا رو گیر بیارم بهش بگم داش این چه اسمای مسخره میذارن. این یکی از مهمترین شاخص‌هاست که نتونه هر کسی بفهمه. آها الازغه سختش میکنن. آها خب اوکی. این چیه؟ CPU. آها یه CPU 13400F. شما بگو که به عنوان یک فردی که اسمبل انجام میدی جذاب ترین تیپی اسمبل کجاشه؟ پول گرفتن فکر کنم. حالا باید پیشبند ببندی. قبل اینکه پیشبند رو ببندی اینو اینجوری بیار یه دونه تکون بده آها که پهن شه قشنگ. مثل سفره. بعد این قسمت میاد روی گردن، این قسمت از این طرف میاره، مثلا یه دکمه رو میگیری اینجوری از پشت نگه می‌داری، اینجوری فشار میدی میبندی. تموم. چه جنسی داره؟ قبل از هر چیزی باید بدونی که آرایشگری یعنی ارتباط با مشتری. واسه شروع با پارسا ارتباط بگیر، ازش بپرس چه مدل مویی دوست داره، چیکار دوست داره با موهاش بکنه. ببین خودت که میدونی ما اینجا اومدیم تر بزنیم تو موها. با چی با شروع کنی؟ با شروع قیچی. شونه قیچی، شونه قیچی. و کلا توی همه پوزیشن‌های کار با قیچی شستت بالا پایین میشه. شست. آره. شست. قیچی هم باید غلاف بکنی تو دستت که بتونی از این سه تا انگشتت برای کار با شونه استفاده بکنی. شونم. موهاشو به سمت بالا شونه میکشی. اوکی. به سمت بالا شونه میکشی. سعی میکنی سکشن بگیری و کوتاهی رو شروع کنی. حالا سکشن چیه؟ سکشن به همون دست موهایی میگن که ما میگیریم. آره. که مو رو کوتاه کنیم. واسه موی پارسا تو میتونی از سه تا سکشن استفاده کنی رو بالای سرش، کوتاهی رو شروع کنی. اوکی. حل. فقط این نحوه نگه داشتن این از همش وسط ترجیحاً نگاه کن. کلا اینجوری میگیری. اینجوری که شونه مثلا اومدی تو این قسمت همزمان تو یه دست چیزو گرفتی همزمان اونم گرفتی. آره تو هم میتونی. فکر کن میخوای کل مو رو نوکگیری بکنی. خب نوکگیری اینجوری که تو این سکشن رو میگیری میاری بالا با این دستت این مو رو باید قفل بکنی میاری بالا. اینجا فقط تو باید سعی کنی این مقیاس اندازه‌گیری من همیشه فکر می‌کردم مثلا یه آرایشگر میاد انگشتای دستش رو مقیاس اندازه‌گیری نه اینجوری نیستش. خب چجوریه؟ کلا که بخوام بهت اصولی بگم اینجوری میره توی چند جلسه، چون که قراره توی یه جلسه آرایشگر بشی و از یک تا 10 بهت نمره بدم بیا زیاد درگیر مقیاس نشی. مقیاس نمیشه. آره اینو من اینجوری میگیرم. خب اینجوری میگیرم تو آفرین. اینو بعد اینو چیکار می‌کنی بعد؟ نگاه کن این خیلی مهمه. این میاد توی این انگشتت غلاف میشه. نگاه کن یه دور چک کن. یه دور چک کن. اینو اینجوری بلند میکنی این میاد اینجا. اول اینجوری میکنم اینو میارم بالا اینو اینجوری نگه میدارم. آفرین. سعی کن که این دو تا بند انگشتت کیپ باشه. اوکی کیپ عالی. اوه اولی دو. سعی کن این انگشت اشارتو. خب این حرکتت خیلی حرفه‌ای بود. نوک کل موهاش چند تا مدلی؟ ما دومین تمیزی هم به پاکیزگی بردیم. فعلا حرفه تیزنی یاد گرفتم. تو تا حالا مگه اسپرسو زدی؟ من 6 سال سابقه برو باش. بار گرم و سرد و دست بگیر. دستمال میکشی قشنگ با این نه گفت دستمال میده. دست شد. من قرار امروز حرفه‌ای ترین باریستای دنیا بشم. بابا این کارا باریستایی نیست هامی. حرفه‌ای ترین باریستای رشت رو خواستی خبر کنی فقط کافیه بیای به من بگی که من ببین اگر بخوای باریستا باشی این دکمه رو باید باز کنی ولی خب زیرش متاسفانه پشم نداری پس میبندی دوباره. میشه اینقدر به من دست نزنی؟ این من میدونم داستان گالد گرافیک بچه‌ها این هر چقدر این دومین عدد بالاتر باشه بهتره. به بچه‌ها این گیگابایته. ما قبلا مگابایت کار می‌کردیم ولی دیگه از وقتی که جنسشون بد شد ببینم گیگابایت شد. گیگابایت. چه گیمایی رو تو قراره برای آقای امیررضا بالا بیاری؟ ماینکرافت نزنیم با اینا. داشتیم برای کال آف دیوتی وارزون بزنیم با این. بوی اف پی اس میده. اصلا گرافیک هم رفت بالا اینو من بو کردم. اس اس بیاد. این پاور رو پایین جا گذاشتیم فقط. بچه‌ها اینا رمه.
الان میتونی به من و بچه‌ها توضیح بدی که این داستانش چیه؟ این رم یک حافظه موقته که اطلاعات پایه‌ای که مثلا توی سیستمتون ویندوزتون بالا میاد و تو خودش ذخیره می‌کنه. نه دیگه داداش من خوندن یه ذره کار سخت می‌کنه. خب تو یه آسان‌تر زیر بگم. دیپلم. شما یه سری برنامه رو باز می‌کنی داخل همین به محض اینکه سیستم خاموش میشه دیگه اون اطلاعات قبلی نداره. زیر سیخ توضیح بده. حافظه موقته. و این کارش چیه؟ اون دیگه مادر پردازنده‌های این سیستمه. یعنی مثلا مغز کامپیوتر. مغز متفکر. این کجای کامپیوتر میشه؟ ایشون پردازشگر گرافیکشه. SSD خیلی مهمه. چرا؟ گیم می‌خوای بریزی؟ گیم گیم. ببین اسمبل کاتر دارن همیشه. این بازه. کاتر من کولر بادیمه. این حقیقتا خیلی از بچه‌ها داره اعصابشون خورد میشه که چرا حامد اینقدر داره ادای نوبا رو در میاره ولی حقیقتا من واقعا اجازه نمیدونم. پاور. به. ما تازه جوا رو باز کردیم. ما هنوز اسمبل نکردیم. خوش من زندگیمو گذاشتم پایین که دست به هر چی میذارم توش بهترین باشه. آره ولی هر متاسفانه دست به هر چی میذارم تبدیل به البته باش جسارت نباشه یه خورده دوباره با آبپاش خیس میکنی. آفرین. همین یه تیکه رو شست بزن. تو میدونستی من تو یوتیوب به شستان معروفم؟ تمرین شست میکنی؟ نه فقط صرفا اینجوری میکنم. آی دستم آی حالا شده دستتو ببری؟ آره خیلی. من همش دستم میبرم. بر تو بریدی الان؟ نه آره. اینجوری هست که باید دست بکشم. این کار اصلا حرفه منه. اوه چقدر سریع رسیدم به یخچالو مراقب نکنم. ای بابا چه گفتم خب 10 دقیقه شد فکر کنم بریم بریز بذار روش یه رقم با دست رو با اون یکی دفت بزن اینجا بذار سرجتون اینو بذار اینجا اینو بذار اینجا بمونه بذار روش اصلا گوشهاش ببین به صاف باشه. خب الان اینو بخور بقیه‌شو بلد نیستم. داداش بهت کار دادن همین الان یه سینگل باید بزنی یه دبل آمریکانو هم عربیکا نیست. من اینو فقط میدونم. اینها داشت اسپشیال عربیکو یه شکلات داده شات آب خب سخت شد یه لحظه. اینو دیگه برمی‌داره. اینو باید بخور الان یا ابوالفضل میترکه اینو نگاه این حالا نگاه کنیم کج ببر یکم این نه یکم برتر سمت من باید بیای آفرین بده بالا یا بچرخونم دبل بود دیگه. آره دبل اینو میذاری زیرش اینو بده بالا همینجا درسته؟ آره بده بالا لیوان بردار لیوان دبل بچه‌ها این شکلیه. داغا بچرخون اینجوریش کن آرت سعی کن بزنی با اسپرسو من قرار بخورم عالیه. بذارش بگو خوبه خواه بذار الان نگاه کن خب الان همون کاری که گفت آها این کار دوست داشتم. خب الان چی داری؟ چرا اینقدر زیاد داریم؟ بچرخون ببین برای ریختن با اینجوری کنیم. قشنگ محکم‌تر بچرخون چقدر داغ. کیس اینجوریه اولش. هه تو چقدر حال میده. من میخوام یوتیوب ول کنم بیام تو این کار. در اولین کار با توجه به اینکه معمولاً با تست بشه ولی خب مهم نیست میریم تو کارش کارو رو انجام میدیم. این به این صورت قرار میدیم مادربرد میاد روش. همین جدی یه کوچولو کیس داره آسیب میبینه دیگه. برو خدا رو شکر کن که کیس سالم میرسه دستت. خب حساس ترین بخش اصلا غیر ضروری. اینو باید فشار بدی. من خودم فشار بده آروم بیا بالا آروم تا برو انتها. عالی. حالا با یه انگشت اینو بگیر بیارش بالا. ایشون باید بره روم سوکت قرار بده. خمیر دندون چیه؟ خمیر دندون زیرش نه روش باید بریزیم. من نگاه میکنم. خب اینو میندازی روم یه فشار فقط یه صدای تقی میاد نه فشار بده فشار بده فشار بده اینم ببر سر جاش مثلا بعد موضوعش دیگه در نمیاد. مرحله اول انجام شد. مرحله بعد خیلی مهمه رم جا زدن هم خیلی سخته. رو تمامی مادربردها یه قسمت هست که اصلا نوشته شده این روی قسمت فرستش اینجا خورده که اسلات B2 و A2 رو باید اولویت قرار بدیم. خب یک فشار بفرستم. عالی. جان اینم از رماش. عالی.
حافظش خیلی مهمه. یه فشار بده اون سمتی. آره. حالا یه دونه فشار بده به سمت داخل. عالی. به مهمترین بخش بعدی جا زدن ارکولر روی. عالیه. عالیه. چه ترسناکه که این دیگه این ارکولرشه. ایول. اینم سطحی که آجی میاد. نگاه کن شبیه چیز هدرز ماشین علیرضا. سیستم اونجا می‌بینی؟ اون مثلا حامی هنوز تموم نشده که. هیتر بدبخت 2 دقیقه خورد همون تو نمیتونی جا بزنی. میانگین پولی که یک فردی که حالا مثل من داره تازه یاد میگیره در آرایشگری چقدره؟ تو آخه بستگی داره. تو که مثلا دوستات زیاده خب میان پیشت. خب حساب کن دیگه هر اسلایل اگه 500 بگیری خب. اگه 3 تا مو هم در روز بزنی که کمترین حالت ممکنه 3 تا روزی 1 و 500. که اینطور. خب کار دیگه با شونه قیشی تموم شد. خیلی خوب پیش رفتی. بذار روی میز کارت. به نظر چیکار باید بکنیم بعدی که خودش بپرسیم. چیکار کنیم؟ فیدش بکنیم؟ دور موهاشو باید فید بکنیم. قبل فید خیلی دوست دارم. باید کوتاهی که انجام دادی رو خب. به نمایش بکشی. برای اینکه این شکل تو به نمایش بذاری باید مو رو خوش بکنی به اون حالتی که این مو داره. حالا چه حالتی دوست داری بذاری موهاتو؟ به هم ریخته میذاری؟ به هم ریخته. آره اوکی. برای اینکه موهاشو به هم ریخته کنی سریع دیسپانسر رو وصل می‌کنی به سشوار. دیسپانسر بیا موهاشو خوش کن و استایل بده. اون قسمت ها رو میتونی همون ور وایسی بری جلو و به سمت جلو بیاری خوش کنی. اوکی عالیه. من حرفه‌ایم. بعد اینو میذارین دیگه توضیح نیاز نیست به من بدید، من دیگه کاملا بلدم. داغه بعد بدید. هم بزن. بعد بریز. اینو آب باید بذاری شات آب یا نه؟ فکر نکنم. نه فکر نمی‌کنم چون آب داره زیاد داره بس بخور. شات آب. گفتی شات آب نه. بابا به من نمیدونه قبلا. ایوه. دستگاه جدید من نمیتونم. به من که داره خوش میگذره. به حامی داره خوش میگذره نظر. خب این چیکار کنم الان؟ یه بخشی رو اینجا آروم میریزیم بعد میکشیمش. توش این چقدر با فشار بدم؟ مثل سرنگ این آمپول میمونه. فکر کن داری به این نفر آمپول میزنی. نزدم خب تا حالا آمپول. بچه‌ها الان کاری که میذاره حالا فاز این که بخوام واقعا ادای نوب بودن در بیارم این کاری که میکنه اینه که سی پی رو خنک میکنه. وقتی شما دارید از پردازنده سی پی استفاده میکنید و داره فکر میکنه هی براتون اپلیکیشن ها رو باز میکنه اون داغ میکنه. این میاد خنکش میکنه ولی این به تنهایی نمیتونه خنک کنه. نیاز به این فنه داره. اون فنش رو بچسبونید. اما اینا رو باید اینو بکنیم. کندم. اینو ببینید این پشت جان میخوره اونم اونور پشت. چون خب سیما رو داریم یکیش باید به این بخوره. یه کنیسه بودی چیم به یه دور بشه. نوشته حاجی اینا نوشته است. میگم اونقدر اسمبل سخت نیست هایی که ما فکر میکنیم. از این بعد سیستم خودمون اسمبل میکنیم. آره اینم اون باعث میشه که نورش روشن بشه با احتیاط شرایط لازم کامل و رعایت کردن های بخش سیم بخش سیم های لطفاً پین رو جا بزنید. کارمون با مادربرد تموم شده. یعنی چند درصد کارو پیش برده؟ 60-70 درصدش. حامی کی داداش چی فکر کردی؟ حالا میتونی به خاطر اینکه استایل قشنگتری به خودش بگیره از پودر حالت دنده استفاده کنی. اوه از اینا که میری. آفرین. یه خورده دیگه بریز قسمت‌های جلوی مو. چنگ. آره. دیدی حرکت دیدی؟ میریم برای فید کردن. جونم اون موزه رو بده من داداش تموم ببین کنیم. با کدومی که موزر دوست داری کار کنی؟ من بده اینو دوست دارم. اونو بردار. اینو خیلی. جدی چرا این چرا چسبیده؟ این مگنتیه. اوه. آره. خودت کدومو بیشتر از همه دوست داری؟ من خب اینو خیلی دوست دارم. چرا؟ چون که برند خیلی خاصیه این استیک. شونه خیلی مهمه. خب تو مدام بعد هر مثلا اصلاحی که انجام میدی هر ماشینی که میزنی شونه رو باید بزنی که مو بیاد تو خواب خودش. نگاه کن اینا رو میبینی اینجوری مونده. آره. کجه. اینو باید بیاری تو خواب خودش به سمت پایین. این قسمت ها رو باید بزنی. بله. یعنی به این صورت. درست. اوکی. حس میکنم شاید توی کار با ماشین یه سری جاها رو خطا پیش بری. حالا بریم ببینیم چه جوریه. عالیه. سعی کن که گیر نکنی. هدفت اینه که یه خورده این تیرگی ها رو کم بکنی. همونطور که علی بهمون گفت آرایشگری ارتباط با مشتری. اما این چند سالته؟ 15 اصلا بهت نمیخوره. مدرسه میری؟ مستو خود داری مزه میری. دیگه چی بزنم؟ چی میتونم بزنم؟ آیس کافی بزنیم. آره چرا نزنیم؟
از دیگه برمی داری؟ تو کام یه سینگل میگیری اون بعد شیر میریزی این همه جا نگه میداری از لیوان نگاه سینگله کف کرد نکرد شیر رو نگو شیر تو یخچال دیگه بس به این آروم بریز. خب این الان نمیخواد. تمام. من فکر کنم باید برم اون شعبه. من اون شعبه شما رو میبینم خدا. نمیخوابونی. اینجا یه سری جای پیچه که الان جا خوردن همه. جا خورده؟ آره جا خورده فقط شیچه شد. با یه دست. چرا پیچ داری دوره؟ آره. با احتیاط کامل. اگه مثلا اینو من پیچو با احتیاط کامل جا نزنم چی میشه؟ این دوروبر یه دونه اینو باطل بشه کلا سیستم باطل. میخوای تو این بخش از تجربیات عرفان استفاده کن؟ نه آقا من اینو بلد نیستم. این دوتا رو چجوری میتونیم بار کنی؟ با پیش گوشتی. پروردگار. جان. یکم این برتر یه لطفا این برتر به سمت من. به سمت من. به من دیگه به آرزوم میرسونی جدی. آره فقط پاور مونده. واقعا؟ آره بعد دیگه باید بریم سیم کشی کنیم. لوله کشی و سیم کشی. بابا از کجا بدیم تو؟ حالا میتونی شونه از رو ماشین استاپ برداری با صفر بزنی. عالی. یا کن چون که میخوای بری پشت سر ماشین استاپ هم باید بچرخه به سمت پشت سر. تقارن دو طرف توی آرایشگری خیلی مهمه. آره مثل خط چش کشیدن. ما داریم همونو که تو گذاشتی و برامون همونجوری میریم. همون کاری که گفتم و که نری زیر مو رو سعی کن نری زیر مو. بیا علی دارم میرینم بیا علی. این الان چیکار میکنه؟ اوه این کوچولوئه. آره این کوچولوئه. این فقط سفید میکنه. میبره هر چی که هست و نیست رو میبره. همون جاهایی که الان سفیده رو بزن. آفرین فقط جای سفید پایینا رو بزن زیاد بالا نرو. خیلی داری خوب پیش میری. حالا این قسمت‌ها رو میبینی که خطاره با گارد باز ولی این سری دیگه شونه دستت نمیگیری. این سری فرچه دستت میگیری. مدل تمرکز کرد. آره معمولا یه زبونمو میدادم بیرون. عالی. تو کارو تموم کردی. فقط یه سری لکه ها رو دور مو هست که باید لکه گیری بکنی. بگو عادیه. آره طبیعی عادی اونم تازه جلسه اولته. بیا لکه گیری انجام بده. حالا که کار تموم کردی میتونی واسه تولید محتوا دوست داری اولین مویی که زدی رو محتواش به اشتراک بذاری 100% اصلا بخشی از کار تولید محتوا. آره تولید محتوا قشنگترین بخش داستانه. من انداختن شعبه بعدی. یعنی شعبه 2. سلام. من خیلی کارم. ای وای. لطه که میزنم. لطه آخر. سلام. بی زحمت. نگاه این خیلی باحاله که بی زحمت گفتنه هست. خب کار بعدیمون چیه؟ حتما میخوایی لاته. من اومدم اینجا لاته راستش بخوای اسپرسو زدم. من امروز مثل سگ کار کردم. تی کشیدم، دستشویی شستم، تمیز کردم. چیو؟ پلن اصلی من یاد اون آرته. مهم آرته. مطمئنی که میتونی آرت بزنی؟ نه این دستگاه جدیده این دستگاه نیست این دستگاه نیست. این خورزکی نوشته 117 اونجا داره. فکر کنم استوب دادا خیلی سینگر به دمت زده. خب بس دیگه به در قهوه در اومد. اینجوری فیکس. خیلی زدم نه بعد اول قبلش یه تست باید بگیر. اون یه اینه نه اون آبگیری دکمه است داشت دکمه. این همونه. با چقدر سریع صفر شد نه؟ آره اصلا اون با اون فرق میکنه. آره خب داشت. لطتون رو برداریم. حالا همون کاری که خیلی دوست داشتی از همون اول انجام بدی رو میتونی انجام بدی. اینه پشمام درگام رفت. دیدی؟ خب شیرتو بردار. بله. تا این دماغه پیچه شیر رو بریز. بس زمانی که شما میخواین از شیرتون فوم بگیرین این استیمند و یه چیزی وسط در وسط اینجا میذاری. متوجه شدی؟ بله. یه چیز وسط در وسط. حالت دست خیلی مهم. این سه تا انگوش میره اینجا، این انگوش اینجا میمونه و این اینجا میمونه. این وسط در وسط میمونه. اوکی؟ بریم. حله. لحظه سخته. چی سیماوس چیه؟ اینا دیگه کارخونه استی کاش الکی سیم میزنن. آره اصلا نذارم بی سیم کنن چرا تا الان همیشه بی سیم تسلا نیدی میگفتیم چرت و پرت. ایشون تو همه پارورا هست بهش میگن برق 24 پین این اینجا رد میشه
از این تو میرسه. خب این بعد بره به مادربرد بخوره، درسته؟ دقیقاً. کارت گرافیکش. کارت گرافیکش. دوتا رو به هم بس کن. این از این که جا خورد. اینو این حالتی باید یکی ردش کنی. 3 تا بس. اون کوچیکه، اون معمولیه. چجوری تولید محتوا کنیم؟ با همین که تو دستته. عالی. این قسمت وای میسی، این اینجا؟ قسمت آره همینجا آره. اوکی. و نشون میدی دیگه، قشنگ کار رو نشون میدی. یه جلسه یه بچه‌ها. رخ یه بوس بفرست. کار قوی بود. موفق شدی. نوکره. تو یه جلسه. همین تموم شد؟ از 1 تا 10 بهت 8 میدم. اون دوتا هم به خاطر اینکه خوب جلسه. لکه گیری نکردی. حالا جلسه اولت بود. چرا؟ جلسه چرا؟ بعدی احتمالاً 10 میگیری. قربونت برم من. موفق. ممنونم. قصه میبندی من موهای تو رو بزن. بچه فکر نکنید که فقط تموم شده ببخشید، با جارو بزنه. پیشبندو باز کن، جارو رو بردار، مرتب باشه. بدو هامی بدو. آفرین هامی. 5 ثانیه 10 ثانیه میشه. بدو نه بابا آفرین کن. قهوه کو. بردار بچرخون. حالا میدونی که حالت کاپ چجوریه دیگه، هیچ فرقی با موها نمی‌کنه. آفرین همینجوری که گرفتی به سمت خودت کجش می‌کنی. از بالا زیرسازی تو انجام میدی. از بالا می‌ریزم میام پایین. آره. بچرخون دورانی. آفرین. بسه آرت دیگه. چه خوشگله. اوه یه خطی دیدم. آفرین. باجی زدم. بقیه شیر نبا میریختم. این سورئاله، حامی انتزاعی. من این طرحی تو رو خیلی دیدم. بگم دستشویی سرویس داشتی بالا. خوب زدم. جدی خوبه. یس. نه جدی خوبه. یس من فردا میرم کافه میزنم. خیلی خوشمزه است. بیاد خودت هم نه. آرت مهم نیست که تهش مهمه. عالی. ایول اگه اینجوریه. خب چی؟ تاپ من حال شدم. بکش. بسه. حالا الان آرتشو بگو. ریخت. بگم بابا اینو نه هیچی نگید بابا اینو. من کاری نکردم. هیچی نگاه آرت حامی رو نگاه. جای بیشتر دی چه قشنگ زده. فقط اینو نگاه نکن دیگه، همونو فقط نگاه. خراب کردم. من به عنوان یک باریستا کار خودم یاد گرفتم. من برم کافه بزنم. ببین من باهات کار نمیکنم نه من تنهایی میخوام تیک اوی بزنم. سیار. بچه‌ها ما جای حوصله سربر داستان انجام دادیم و اینجوری می‌بینید خیلی تمیز همه این کابل اینجا چیده شده، ولی می‌خوایم بریم ببینیم آیا کیسی که بستیم کار میکنه یا نه. نوجان چرا اینجوری شدی؟ خودش بسته؟ فکر نکنم کار کنه. 1 2 چون نور نداره. روشن شد. چند لحظه بعد نورش فعال شه. روشن میشه. یس! امیررضا مدیون منی کیس تو. شاید تصویر نده. RGB داره. بود شد؟ RGB داره. بود شد. 1 ساعت طول کشید درسته؟ الان بابت اسمبل این کیس یکی که این مثلا این حرفه رو بخواد یاد بگیره یا مثلا چه مدرک تخصصی مثلا داشته باشه، الان بخواد اینو اسمبل بکنه چقدر تو 1 ساعت درآمدشه؟ 1 تومن. و چه مدرکی نیاز داره برای اینکه مثلا وارد سخت افزار بخوای بشی؟ مدرک افهم دارم. الان مدرک دارم. مدرکشو گرفت. بچا کیساتون رو بیارین سمت من. کیسای کامپیوترتون منظورم بود البته. واه چقدر خوشگله. کیس هامی کمپز همین الان میتونید سفارش بدید. Let's go. 1 تومن مالی که میذارید. آقا دست شما در نکنه. اینو بعد دیگه چیکار کنم بخوام؟ نه همینجا بذار. همینجا میذاریم برای نفرات بعدی. چون بازم باید اینجا جارو بکنم. عالی. تبریک میگم بهت. موفق باشی. تو آرایشگر خوبی میشی. دوستتون دارم بچه‌ها.